به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. بیاندیشید و ثروتمند شوید. نویسنده ناپل اون هیل هستش و خانم مهین خالصی این کتاب رو ترجمه کردن. این کتاب در زمره مدیریت و کسب و کار قرار میگیره و انتشارات نسل نواندیش در سال 1391 در تهران این کتاب رو چاپ کرده. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. ابتدا معرفی کوتاهی از نویسنده این کتاب رو برای شما میخونم و سپس کتاب رو با هم ورق میزنیم. ناپل اون هیل در سال 1883 در شهر وایز در ویرجینیا متولد شد و در سال 1970 پس از دوره‌ای طولانی و موفقیت‌آمیز به عنوان مشاور رهبران تجاری، سخنران و نویسنده درگذشت. بیاندیشید و ثروتمند شوید پرفروش‌ترین کتاب تاریخ در حوزه خود است که موفقیتش هیل را بدون اتکا به غیر میلیونر کرد. هیل مؤسسه ناپل اونی هیل را تأسیس کرد. این مؤسسه آموزشی و غیر انتفاعی مأموریتش این بود که فلسفه رهبری، خودانگیختگی و موفقیت شخصی او را ترویج دهد. دکتر آرتور آر پل دارای مدارک لیسانس، فوق لیسانس و دکترا و دیپلم تخصصی در روانشناسی و نویسنده، سخنران و مشاور شناخته شده‌ای در مدیریت منابع انسانی است. وی با شرکت‌ها، نمایندگی‌های دولتی، دانشگاه‌ها و سازمان‌های غیر انتفاعی در حوزه‌های اشتغال، آموزش، مشاور کارمندان، انگیزش و ارتباطات کار کرده است. دکتر پل نویسنده مقالات بیشمار، برنامه‌های آموزشی به صورت کاست‌های صوتی و 50 کتاب در خصوص مدیریت، کارگزینی، برنامه‌ریزی شغلی و روابط انسانی است. از جمله این کتاب‌ها بانک اطلاعاتی سرپرست، 1000 جواب فوری به دشوارترین مسائل شما و راهنمای ساده کامل برای مدیران است که بیش از 125,000 جلد از آن به فروش رفته است. وی مفسری ثابت در رادیو و تلویزیون است که سمینارها و کارگاه‌هایی درباره جنبه‌های مختلف مدیریت منابع انسانی برگزار کرده است. در این سمینارها و کارگاه‌ها بالغ بر 250,000 نفر از سراسر امریکا و کانادا حضور داشتند. فصل اول. قدرت فکر. مردی که به فکر مشارکت با توماس ادیسون بود. به راستی که افکار سازنده شرایط هستند و آن هم شرایطی قدرتمند. اگر با هدف، پشتکار و اشتیاقی سوزان برای تبدیل آنها به ثروت زیاد یا اهداف مادی دیگر توأم باشند. ادوین سی بارنز کشف کرد که چقدر این موضوع واقعیت دارد که مردم به واقع می‌اندیشند و ثروتمند می‌شوند. کشف او در یک نوبت حادث نشد، بلکه به تدریج رخ داد و آن هم با این اشتیاق سوزان شروع شد که شریک بازرگانی توماس ادیسون بزرگ شود. یکی از ویژگی‌های اصلی اشتیاق بارنز روشنی هدفش بود. او می‌خواست با ادیسون کار کند، نه برای او. دقت کنید که او چگونه تلاش کرد خواستش را به واقعیت تبدیل کند. بدین ترتیب درک بهتری از 13 اصولی که به ثروتی کلان منجر می شود دریافت می کنید. وقتی که این خواسته یا تکانه فکر به ذهنش خطور کرد، در موقعیتی نبود که طبق آن عمل کند. دو مشکل بر سر راه داشت. او آقای ادیسون را نمی شناخت و آنقدر هم پول نداشت که کرایه قطار تا اورنج نیوجرسی را بدهد.
همین مشکلات کافی بود تا عده کثیری را از انجام هر نوع تلاشی برای اجرای خواسته خود منصرف کند. ولی خواسته او خواسته معمولی نبود. او به قدری مصمم بود راهی برای تحقق خواسته‌اش پیدا کند که عاقبت تصمیم گرفت به جای تسلیم شدن با قطار باری به اورنج شرقی برود. او خود را به لابراتوار ادیسون معرفی و اعلام کرد که می‌خواهد با مخترع کار کند. سالها بعد ادیسون درباره اولین دیدارشان گفت: او جلوی من ایستاد. دوره‌گردی معمولی به نظر می رسید، ولی حالتی در چهرهش بود که به من حالی کرد. مصمم است تا چیزی را که به دنبالش آمده است به دست بیاورد. من به علت سالها تجربه بودن با آدمها یاد گرفته بودم اگر فردی به راستی طالب چیزی است و برای رسیدن به آن حاضر است کل آینده‌اش را به خطر بیاندازد، به طور قطع پیروز می شود. فرصتی را که خواست به او دادم چون دیدم عزمش را جذب کرده است تا موفق شود. رویدادهای بعدی ثابت کرد اشتباه نکرده بودم. تازه چیزی که بارنز در آن جلسه به آقای ادیسون گفت به مراتب کم اهمیت تر از آن موضوعی بود که در ذهن داشت. خود ادیسون این را گفت. ظاهر این مرد جوان نمیتوانست فرصت حضور در دفتر ادیسون را به او بدهد، چرا که به طور مسلم قیافش بر ضدش بود. در هر حال این فکرش بود که مهم تلقی میشد. اگر اهمیت این جمله میتوانست به هر کسی که آن را میخواند منتقل شود، دیگر نیازی به طویل کردن کلام نبود. بارنز در اولین دیدارش با ادیسون موفق به شراکت با او نشد. او فرصتی به دست آورد تا در دفتر ادیسون کار کند. بعد از مزدی بسیار اندک و انجام دادن کاری که برای ادیسون بی اهمیت ولی برای بارنز مهمترین بود. به این ترتیب فرصتی یافت تا کالای خود را در جایی به نمایش بگذارد که شریک دلخواهش بتواند آن را ببیند. ماها گذشت. به ظاهر هیچ اتفاقی نیفتاد که هدف مطلوب او را محقق کند. هدفی که بارنز به عنوان هدف اصلی و قطعی خود در ذهنش معین کرده بود. ولی اتفاق مهمی در ذهن بارنز در شرف وقوع بود. وی پیوسته خواستش مبنی بر شراکت تجاری با ادیسون را تشدید می‌کرد. چه خوب گفتند روانشناسان که وقتی دل کسی به راستی چیزی را بخواهد، آن چیز خودش را نشان می‌دهد. بارنز برای شراکت تجاری با ادیسون مصمم بود. علاوه بر این او مصمم بود حاضر و آماده بماند تا آن چیزی که دنبالش بود به دست بیاورد. او با خودش فکر نکرد. خب چه فایده‌ای دارد؟ فکر می‌کنم بهتر است نظرم را تغییر بدهم و شغل فروشندگی برای خودم دست و پا کنم. او اینطور فکر کرد. من آمدم اینجا تا با ادیسون وارد تجارت شوم و این هدف را دنبال خواهم کرد. حتی اگر قرار باشد بقیه عمرم را صرف آن کنم. قصد او همین بود. کاش آدم‌ها هدفی روشن اختیار می‌کردند و به آن وفادار می‌ماندند تا زمانی که آن هدف به وسواس فکری بسیار حاد بدل می‌شد، آنگاه چه داستان متفاوتی برای گفتن داشتند. شاید بارنز جوان در آن زمان این را نمی‌دانست، ولی عزم جزم او، سماجت او در یگان خواستش باعث شد همه مخالفت‌ها از بین برود و فرصتی را که در صدرش بود به او بدهد. وقتی این فرصت فرا رسید، به شکلی متفاوت و از مسیری متفاوت ظاهر شد که بارنز فکرش را نکرده بود. این یکی از حیله‌های فرصت است. فرصت عادتی موذیانه دارد که از در پشتی وارد می شود و اغلب در قالب بدشانسی یا شکست موقت خود را نشان می دهد. شاید به همین دلیل است که افراد بیشماری موفق نمی شوند فرصت را تشخیص دهند. آقای ادیسون به تازگی دستگاه اداری جدیدی ساخته بود که در آن زمان به عنوان ماشین عامر ادیسون معروف بود که بعدها ادیفون نامیده شد. فروشندگان او علاقه‌ای به این دستگاه نشان ندادند.
آنها باور نمی‌کردند بتوانند این دستگاه را بدون زحمت فراوان به فروش برسانند. بارنز متوجه فرصت پیش آمده خود شد. فرصتی که بی صدا از راه رسیده و در ظاهری غیرعادی پنهان شده بود که برای هیچ کس به جز بارنز و مخترع جالب نبود. بارنز فهمید که میتواند دستگاه عامل ادیسون را بفروشد. او این موضوع را به ادیسون پیشنهاد کرد و بدون معطلی فرصت خود را خوابید. او ماشین را فروخت، در واقع آن را آنقدر خوب فروخت که ادیسون با او قراردادی بست تا آن را در سراسر کشور توزیع و به بازار عرضه کند. از آن شراکت تجاری این شعار بیرون آمد: ساخت از ادیسون و نصب از بارنز. این پیمان تجاری بارنز را از نظر مالی ثروتمند کرد، ولی او چیزی به مراتب عظیمتر را به اتمام رساند. او ثابت کرد که آدم به راستی میتواند بیاندیشد و ثروتمند شود. آن اشتیاق اولیه بارنز چقدر پول نقد به او رساند؟ من نمیدانم. شاید 2 یا 3 میلیون دلار. هر قدر باشد، وقتی که با دارایی هنگفتری که به دست آورد مقایسه کنیم، ناچیز می‌نماید. بصیرت روشن این که یک تکانه ناملموس فکر می‌تواند از طریق اجرای اصول شناخته شده به همتای فیزیکی خود تبدیل شود. بارنز به راستی خود را در شراکت با ادیسون کبیر دید. او خود را در ثروت دید. او چیزی نداشت که با آن شروع کند، به جز این توانایی که می‌دانست چه می‌خواهد و عزمی که به آن خواسته وفادار بماند تا آن را تحقق بخشد. او پولی برای شروع نداشت. هیچ چیز جز تحصیلاتی جزئی نداشت. اعتبار هم نداشت. ولی شوق، حرارت، ایمان و اراده برای پیروز شدن داشت. او با این نیروهای ناملموس و با کمک بزرگترین مخترع تاریخ خود را به مرد درجه 1 تبدیل کرد. حالا بیایید موقعیتی متفاوت و عملکرد مردی را بررسی کنیم که شواهد عینی زیادی از ثروت داشت ولی آن را از دست داد، چون در 3 قدمی هدفی که دنبال می‌کرد توقف کرد. 3 قدم تا طلا. یکی از رایج‌ترین علل شکست عادت تسلیم شدن در موقعی است که شکست موقت بر شخصی مستولی می شود. هر شخصی زمانی مرتکب این اشتباه می شود. یو داری که بعدها یکی از موفق‌ترین فروشندگان بیمه در کشور شد، داستان عمویش را نقل می کند. او در ایام هجوم به منطقه طلاخیز مبتلا به تب طلا شد. پس راهی غرب شد تا حفاری کند و ثروتمند شود. او هرگز این ضرب المثل را نشنیده بود. طلایی که از مغز انسان‌ها استخراج می‌شود بیشتر از طلایی است که از زمین استخراج می‌شود. وی مدعی شد و رفت تا با بیل و کلنگ دست به کار شود. عزیمت سخت بود، ولی ولع او برای رسیدن به طلا قطعی بود. پس از هفته‌ها زحمت پاداش خود را با کشف سنگ معدن درخشان گرفت. او برای آوردن سنگ معدن به سطح زمین نیاز به ماشین‌آلات داشت. بی صدا روی معدن را پوشاند و از همان راهی که رفته بود به خانه‌اش در ویلیامزبرگ در مریلند برگشت. او ماجرای کشف را برای اقوام و تعدادی از همسایگان تعریف کرد. آنها برای تهیه ماشین‌آلات مورد نیاز پول فراهم کردند و آن را با کشتی فرستادند. داری و عمو نیز برگشتند تا کاوش کنند. اولین واگن سنگ معدن استخراج و به کوره ذوب فلز منتقل شد. گزارش‌ها ثابت کرد که آنها به یکی از غنی‌ترین معدن‌ها در کلرادو دست یافته بودند. چند واگن دیگر از آن کشف بدهی‌ها را صاف می‌کرد. بعد نوبت سودهای کلان می‌شد. مته‌ها پایین رفتند، امید داری و عمو بالا رفت. آنگاه ماجرایی رخ داد. رگه سنگ طلا ناپدید شد. آنها به انتهای رنگین کمان رسیده بودند و کوزه طلا دیگر آنجا نبود. به کندن ادامه دادند و با ناامیدی تلاش کردند تا شاید دوباره رگه را پیدا کنند، ولی بیفایده بود.
عاقبت تصمیم گرفتند تسلیم شوند. ماشین‌آلات را به چند صد دلار به یک اوراقچی فروختند و با قطار به خانه برگشتند. بعضی اوراقچی‌های خنگ هستند، ولی این یکی نبود. او یک مهندس معدن را خبر کرد تا نگاهی به معدن بیاندازد و برآوردی جزئی بکند. مهندس خبر داد که علت شکستگی طرح این بود که مالکان با رشته‌های گسل آشنا نبودند. برآوردهای او نشان داد که رگه طلا درست در 3 قدمی جایی که آنها 7 باری را متوقف کرده بودند پیدا می‌شد و به طور دقیق همانجا پیدا شد. اوراقچی میلیون‌ها دلار از آن معدن گیرش آمد، چون خوب می‌دانست که قبل از تسلیم شدن باید در صدد مشاوره تخصصی برآمد. بیشتر پولی که بابت ماشین‌آلات از بین رفت از طریق تلاش‌های داری که در آن موقع مردی بسیار جوان بود فراهم شد. پول را اقوام و همسایگان او داده بودند و آن هم به علت اعتمادی که به او داشتند. او تا ریال آخر را پس داد، گرچه سالها طول کشید. مدت‌ها بعد آقای داری چند برابر ضرری که کرده بود به دست آورد. او به این موضوع پی برد که اشتیاق می‌تواند به طلا تبدیل شود. این کشف پس از اینکه وارد تجارت فروش بیمه عمر شد رخ داد. داری در حالی که به یاد داشت ثروت هنگفتی را از دست داده بود، آن هم در 3 قدمی معدن طلا، هنگامی که دست از کار کشیده بود. از این تجربه در کار منتخب خود سود جست. شیوه ساده او این بود که به خودش گفت من در 3 قدمی طلا دست از طلا برداشتم، ولی هرگز در برابر جواب منفی مردم در زمانی که از آنها می‌خواهم بیمه بخرند دست از تلاش بر نخواهم داشت. او پایداری خود را مدیون درسی است که از تسلیم پذیری خود در تجارت استخراج طلا یاد گرفت. بیشتر آدم‌ها قبل از موفقیت مطمئن هستند با شکستی بسیار زودگذر یا شاید ورشکستگی مواجه می‌شوند. هنگام مواجهه با شکست آسان‌ترین و منطقی‌ترین کار این است که رهایش کنید. این درست همان کاری است که بیشتر مردم می‌کنند. بیشتر از 500 تن از موفق‌ترین افرادی که امریکا تا به حال شناخته است به نویسنده این کتاب گفتند که بزرگترین موفقیت زندگیشان درست 1 قدم آن طرفتر از نقطه‌ای نصیب آنها شد که در آنجا شکست بر آنها مستولی شده بود. شکست حقه‌بازی است که در پنهانسازی و حیله‌گری تیز است. گمراه کردن یک نفر، آن هم هنگامی که در چند قدمی موفقیت است، خیلی لذت دارد. درسی 50 سنتی در پایداری. کمی پس از اینکه آقای داری مدرکش را از دانشگاه هارد ناکس کسب کرد، تصمیم گرفت از تجربه‌اش در تجارت استخراج طلا سود ببرد. خوش اقبالی نصیبش شد و در مناسبتی حضور یافت که به او ثابت کرد نه لزوماً به معنای پاسخ منفی نیست. یک روز بعد از ظهر به عمویش کمک می‌کرد تا در آسیای قدیمی گندم آسیاب کند. عمویش مزرعه‌ای بزرگ را اداره می‌کرد که در آن تعدادی کشاورز زندگی می‌کردند. آهسته در باز و کودکی خردسال دختر یکی از مستاجران وارد شد و نزدیک در نشست. عمو نگاهی به بچه کرد و با خشونت سرش داد زد چی میخوای؟ بچه با ملایمت جواب داد مامانم میگه 50 سنت براش بفرستیم. عمو جواب داد من این کارو نمی کنم. حالا برو خونه. بچه در جواب گفت چشم آقا، ولی تکان نخورد. عمو به کارش ادامه داد. آنقدر غرق در کار بود که متوجه نرفتن بچه نشد. مدتی بعد وقتی که نگاه کرد و دید او هنوز آنجا ایستاده است، سرش داد زد به تو گفتم برو خونه. حالا برو والا با ترکه به جونت میافتم. دختر بچه گفت چشم آقا، ولی باز هم ذره‌ای تکان نخورد. عمو کیسه گندمی را که میخواست بریزد توی دستگاه آسیاب زمین انداخت و با لوله‌ای فلزی همراه با قیافه‌ای که بیانگر دردسر بود به طرف او رفت. داری نفسش را حبس کرد. مطمئن بود که قرار است شاهد یک قتل باشد. او میدانست عمویش اخلاق تندی دارد. موقعی که عمو به جایی رسید که بچه ایستاده بود، او 1 قدم جلو آمد.
بچه یک قدم جلو آمد، زل زد به چشمان عمو و تا جایی که نفس داشت جیغ کشید: مامانم اون 50 سنت رو لازم داره. عمو ایستاد. دقیقه‌ای به اون نگاه کرد. بعد لوله فلزی را زمین انداخت، دستش را درون جیبش کرد و نصف $1 درآورد و به او داد. بچه پول را گرفت و آهسته به سمت در برگشت و از مردی که تازه بر او غلبه کرده بود چشم بر نداشت. پس از اینکه رفت، عمو روی جعبه‌ای نشست و بیش از 10 دقیقه از پنجره به بیرون نگریست. او با حیرتی به شلاقی که تازه خورده بود فکر میکرد. آقای داری هم داشت فکر میکرد. این اولین بار در کل تجربهش بود که دیده بود بچه یک ذره بر مظهر قدرت کبیر چیره شد. او چگونه این کار را کرد؟ چه اتفاقی برای عمویش افتاد که او را واداشت تندخویش را کنار بگذارد و مثل یک بره رام شود؟ این بچه از چه نیروی عجیبی سود جست که او را بر مافوق خود چیره ساخت؟ این سوالها و سوالهای دیگری به ذهن داری رسید، ولی جواب را تا سالها بعد هنگامی که ماجرا را برای من تعریف کرد پیدا نکرد. عجیبی که ماجرای این تجربه غیرعادی در همان آسیاب قدیمی به نویسنده گفته شد، همانجا که عمو ضربه‌اش را خورد، همچنان که ما آنجا در آن آسیاب قدیمی ایستاده بودیم. آقای داری داستان فتح غیرعادی را تکرار می‌کرد. او با این سوال داستان را تمام کرد: شما از آن چه می‌فهمید؟ آن بچه از چه نیروی عجیبی سود جست که این چنین عمویم را شکست داد؟ جواب این سوال را در اصول شرح داده شده در این کتاب خواهید یافت. جواب تمام و کامل و حاوی جزئیات و تعالیمی مشخص است. هر کسی می‌تواند همان نیرویی را بیابد و به کار برد که آن بچه خردسال بر حسب تصادف به آن برخورد. ذهن خود را هوشیار نگاه دارید تا ببینید چه نیروی عجیبی به کمک آن بچه آمد. در فصل بعد نگاهی گذرا به این نیرو خواهید داشت. جایی در کتاب موضوعی خواهید یافت که نیروهای پذیرای شما را زنده می کند و این نیروی مقاومت ناپذیر را در اختیارتان قرار خواهد داد. فقط در اختیار خود شما. شاید آگاهی از این نیرو در فصل 1 به ذهن شما برسد یا در فصل‌های بعدی. ممکن است به شکل آگاهی ساده بیاید یا در زمینه یک طرح یا هدف ظاهر شود. به علاوه شاید شما را وادار تا به تجارب گذشته شکست یا ورشکستگی برگردید و درسی را رو کند که به وسیله آن بتوانید تمام چیزهایی را که باخته اید دوباره به دست آورید. پس از اینکه برای آقای داری نیروی آن بچه را که ندانسته به کارش برده بود شرح دادم، او هم تجربه 30 سالش به عنوان فروشنده بیمه عمر را در ذهن مرور و صادقانه اذعان کرد که موفقیت کاریش تا حد زیادی مرهون درسی بود که از آن بچه گرفته بود. آقای داری اشاره کرد هر بار مشتری تلاش می‌کرد مرا پس بزند و با من معامله نکند، من آن بچه را می‌دیدم که آنجا در آن آسیاب قدیمی ایستاده بود و چشمان درشتش از لجبازی برق می‌زد. به خودم می‌گفتم من باید بتوانم بفروشم. بهترین فروش‌های من موقعی بود که مردم نمی‌گفتند. او همچنین آن اشتباهش را به یاد آورد که در 3 قدمی طلا دست از کار کشیده بود. او گفت اما آن تجربه توفیقی اجباری بود که به من یاد داد ادامه دهم. هر قدر هم که سخت باشد مهم نیست و این درسی بود که من باید یاد می‌گرفتم تا بتوانم در هر کاری موفق شوم. بدون تردید داستان آقای داری و عمویش بچه زاره و معدن طلا را صدها نفری که از طریق فروش بیمه عمر امرار معاش می‌کنند خواهند خواند. نویسنده مایل است به همه آنها بگوید که داری توانایی خود در فروش سالی بیش از $1,000,000 بیمه عمر را مدیون این 2 تجربه می‌داند. زندگی عجیب است و اغلب اوقات پیشبینی ناپذیر. هم موفقیت‌ها و هم شکست‌ها ریشه در تجارب ساده دارند. تجارب آقای داری معمولی و بسیار ساده بودند.
با این حال چون حاوی راه حل سرنوشت ساز او در زندگی بودند، به اندازه خود زندگی برای او اهمیت داشتند. او از این دو تجربه چشمگیر سود برد، چرا که با تجزیه و تحلیل آنها درس آموخت. ولی فردی که نه وقت و نه تمایل دارد که از شکست خود به آگاهی برسد که شاید پلی به سوی موفقیت باشد، چطور، کجا و چگونه می‌خواهد هنر تبدیل شکست به نخستین گام به سوی موفقیت را یاد بگیرد؟ این کتاب در جواب به این سوالها نوشته شد. ارائه جواب مستلزم توضیح 13 اصل است. به هر حال ضمن مطالعه کتاب یاد داشته باشید که جواب سوالهایی که شما را واداشتند بر عجایب زندگی تعمق کنید. در ذهن خودتان یافت می شود. این پاسخها ممکن است ضمن خواندن یک فکر، برنامه یا هدف به ذهنتان خطور کند. تفکر درست تنها چیزی است که برای رسیدن به موفقیت لازم دارید. اصولی که در این کتاب توضیح داده شده‌اند حاوی بهترین و مفیدترین فوت و فن خلق تفکر مفیدند. قبل از اینکه برای توضیح این اصول فراتر برویم، معتقدیم که شما سزاوار دریافت این توصیه مهم هستید. وقتی ثروت زیاد شروع به آمدن می کند، آنچنان سریع و با چنان فراوانی می آید که آدم به فکر می رود در طول همه آن سالهای نداری کجا قایم شده بود؟ این بیان مبهوت کننده است و مبهوت کننده تر زمانی است که ما این باور عمومی را در نظر می گیریم که ثروت فقط به کسانی می رسد که سخت و طولانی کار می کنند. وقتی که شروع می کنید به اندیشیدن و ثروتمند می شوید، می بینید که ثروت با حالتی ذهنی، با عزم جزم و با کار نچندان سخت شروع می شود. شما و هر شخص دیگری باید بدانید که در چه حالت ذهنی باید قرار گیرید تا ثروت را جذب کنید. طی 25 سال تحقیق در مورد بیش از 25,000 نفر تجزیه و تحلیل کردم، چون من هم می‌خواستم بدانم آدم‌های ثروتمند چگونه ثروتمند می‌شوند. بدون آن تحقیق این کتاب نوشته نمی‌شد. در اینجا به حقیقتی بسیار مهم توجه کنید. بحران کسب و کار در سال 1929 شروع شد و با ویرانی بی‌سابقه‌ای تا مدتی پس از روی کار آمدن روزولت ادامه یافت. آنگاه رکود اقتصادی به تدریج به پوچی رسید. درست همانطور که برق کار در سالن تئاتر نورها را کم کم بالا میبرد، قبل از اینکه کسی متوجه شود تا تاریکی به روشنایی تبدیل شود، دوره ترس در اذهان مردم هم به این شکل به تدریج محو و به ایمان بدل شد. به محض اینکه اصول این فلسفه را به خوبی یاد بگیرید و راهکار اجرای آن اصول را دنبال کنید، وضعیت مالیتان به تدریج بهتر خواهد شد. به هر چیزی دست بزنید به تدریج خود را به نفع شما به دارایی تبدیل می کند. غیر ممکن است؟ ابداً. یکی از عیب‌های اساسی نوع انسان این است که با واژه غیر ممکن آشنایی چندانی ندارد. او همه قواعدی را که کار نخواهد کرد بلد است. او همه چیزهایی را که نمی‌توانند انجام شوند می‌شناسد. این کتاب برای آن افرادی نوشته شده است که به دنبال قواعدی اند که دیگران را کامیاب می‌کند و حاضرند هر شرطی روی این قواعد ببندند. سالها پیش فرهنگ لغت خوبی خریدم. اولین کاری که کردم مراجعه به واژه غیر ممکن بود. با دقت آن را از کتاب بریدم. این کاری غیر عاقلانه نیست و شما هم می توانید آن را انجام دهید. موفقیت به سوی کسانی می آید که به موفقیت حساس باشند. شکست به سوی کسانی می آید که با بی‌اعتنایی به خودشان اجازه می دهند حساس به شکست شوند. هدف کتاب حاضر این است که به همه کسانی که جویای آن هستند کمک کند تا هنر تغییر ذهن خود از حساس به شکستنی حساس به موفقیت را یاد بگیرند. عیب دیگری که در افراد بسیار یافت می شود این عادت است که هر کسی و هر چیزی را با برداشت‌ها و اعتقادات خودشان می سنجند. بعضی‌ها که این مطلب را می خوانند باور نخواهند کرد که کسی بتواند بیندیشد و ثروتمند شود. آنها نمی توانند بر حسب ثروت بیندیشند، چون عادات فکری آنها
در فقر، نداری، بدبختی، شکست و ورشکستگی قوطه شده است. میلیون‌ها نفر به دستاوردهای هنری فورد نگاه می‌کنند و قبطه خوشبختی، اقبال یا نبوغ یا هر آنچه به ثروتش نسبت می‌دهند را می‌خورند. شاید از هر 100,000 نفر 1 نفر راز موفقیت فورد را بداند و آن افرادی که این راز را می‌دانند یا زیادی فروتن و یا زیادی بیمیل هستند تا درباره آن صحبت کنند. زیرا ساده است. یک تبادل تنها این راز را به طور کامل روشن می‌سازد. وقتی فورد تصمیم گرفت موتور V8 تولید کند، مصمم شد موتوری با 8 سیلندر کامل را در یک بدنه قالب ریزی کند. او به مهندسان خود دستور داد طرحی برای موتور بریزند. طرح روی کاغذ آمد، ولی مهندسان معتقد بودند غیر ممکن است که بدنه یک موتور گازی 8 سیلندری را در یک قطعه قالب ریزی کرد. فورد گفت در هر صورت آن را تولید کنید. آنها در جواب گفتند غیر ممکن است. فورد دستور داد و گفت دست به کار شوید و به کارتان ادامه دهید تا زمانی که موفق شوید. قطع نظر از اینکه چقدر زمان لازم داشته باشد. مهندسان دست به کار شدند. چاره دیگری نداشتند. اگر می‌خواستند کارمند فورد باقی بمانند، 6 ماه گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد. 6 ماه دیگر هم گذشت و باز هم اتفاقی نیفتاد. مهندسان برای اجرای دستورها هر برنامه ممکنی را امتحان کردند، ولی به ظاهر این موضوع خارج از موضوع بود. غیر ممکن. آخر سال فورد با مهندسان خود به بررسی پرداخت و باز هم آنها به او اطلاع دادند که هیچ راهی برای اجرای دستوراتش پیدا نکردند. فورد به آنها گفت همینطور ادامه دهید. من باید این کار را به انجام برسانم و موفق هم خواهم شد. آنها ادامه دادند و آنگاه گویی با یک حرکت جادویی راز کشف شد. اراده فورد یک بار دیگر برنده شد. شاید همه جزئیات این داستان صحت نداشته باشد، ولی محتوا و مفاد آن درست است. شمایی که آرزو می‌کنید بیاندیشید و ثروتمند شوید، اگر می‌توانید راز ثروت فورد را از آن بیرون بکشید، لازم نیست خیلی خود را به دردسر بیاندازید. هنری فورد فردی موفق است چون اصول موفقیت را می‌شناسد و اجرا می‌کند و به کار می‌بندد. یکی از اصول خواستن است. آدم باید بداند چه می‌خواهد. در حالی که کتاب را می‌خوانید، این داستان فورد را بیاد داشته باشید و سطرهایی را که در آنها راز موفقیت شگفت‌آورش توضیح داده شده است جدا کنید. اگر بتوانید این کار را بکنید، اگر بتوانید انگشت خود را روی آن دسته از اصول ویژه‌ای بگذارید که هنری فورد را ثروتمند کرد، می‌توانید در هر حرفه مناسب خود به پای موفقیت‌های او برسید. هنری فورد اواخر قرن 20 بیل گیتس بود. درست همانطور که فورد با ساخت اتومبیلی که هر کسی استطاعت خریدن و راندن آن را داشت، صنعت حمل و نقل را متحول کرد، بیل گیتس صنعت رایانه را با طراحی نرم افزاری متحول کرد که هر کسی را نه فقط فنسالاران متخصص را قادر ساخت با رایانه کار کند، آنگاه رایانه شخصی را به ضرورتی اساسی در هر اداره، مدرسه و خانه تبدیل کرد. او اول مجذوب رایانه‌ها شد و در 13 سالگی برنامه‌ریزی آنها را شروع کرد. در سال 1973 وارد دانشگاه هاروارد شد و در آنجا با استیو بالمر، مدیر اجرایی کنونی نرم افزار، در یک خوابگاه زندگی می‌کردند. گیتس نسخه ای از زبان برنامه‌ریزی به نام بیسیک را برای اولین ریزرایانه ساخت. گیتس به قدری در رویای ساخت یک شرکت نرم افزار غرق شده بود که دانشگاه هاروارد را رها کرد تا توان خود را صرف تحقق این رویا کند. چندین سال پیش او و دوستان دوران بچگیش، پل آلن، شرکت مایکروسافت را به عنوان حاملی برای این تلاش تشکیل دادند. آنها با تکیه بر این باور که رایانه به ابزاری ارزشمند روی هر میز اداری و در هر خانه تبدیل می شود، ساخت نرم افزار را برای رایانه‌های شخصی آغاز کردند.
دوراندیشی گیتس و دید او نسبت به استفاده از رایانه شخصی عامل مهم موفقیت مایکروسافت و صنعت نرم افزار بوده است. پس از رسیدن به هدف اصلی خود، بیل گیتس همچنان اهداف جدید را هم در تجارت ساخت. برنامه‌های رایانه‌ای پیشرو و هم در کار بشردوستانه‌اش دنبال کرد. گیتس به کمک همسرش ملیندا بزرگترین مؤسسه خیریه را در دنیا تأسیس کرد. تو ارباب سرنوشت خویشی، ناخدای روح خویش. و در ابتدای فصل 3 زمان به من اجازه نمیده که بیشتر از این برای شما بخونم. اگر خوشتون اومده از این کتاب، لطفاً برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. در انتها جمله تاثیرگذار رو از آقای W.C. هنلی برای شما میخونم. هنگامی که W.C. هنلی این ابیات را سرود: من ارباب سرنوشت خویش هستم، من ناخدای روح خویش هستم، باید به ما اطلاع میداد که علت این که ما ارباب سرنوشت خود، ناخدای روح خود هستیم این است که قدرت کنترل کردن افکارمان را داریم. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.